салом бинандагони арҷманд. имрӯз душанбе 15 май аст ва ман хиромон бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. туркия баъди интихоботи президентӣ бидуни қаҳрамон ва 102 ҳафтаи дигар номуайян боқӣ мемонад. واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم. یک مرد 70 ساله ساکنی اسفرد در فیسبوک لایک گذاشت و برای گویا افراطگرایی بازداشت شد. فیلم با نام دو شاعر و دریا دانشمند موسیقی شناس در دره وخان ویژگی‌ها و عمومیت‌های موسیقی مردم تاجیکستان و افغانستان را تحقیق کرده است. و برنامه رو با یک خبر شروع میکنیم. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو روز 14 مای در تجلیل ایدهای رسمی پرچم، نشان و سرود ملی در کشورش حضور نیافت و آوازه ها درباره بیمار بودن او بیشتر شد. با جای لوکاشنکو در مراسم جشنی شهر مینسک متن تبریکات را نخست وزیر роман ҳалучанко قرائت کرد. دوامی 3 هفته اخیر لوکاشنکو 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرده است، ولی مقامات رسمی بلاروس این را شرح نمیدهند. بعضی گزارش‌های تصدیق نشده میگویند که لوکاشنکو روز شنبه 13 مای به بیمارخانه انتقال داده شد. تفصیلات در گزارش همکارم کایمرسیاتو. دوامی 3 هفته اخیر لوکاشنکو 68 ساله از شرکت در چندین معرکه رسمی خودداری کرد، ولی هیچ شرح از مقامات بلاروس در این باره دسترس نشد. بعضی از گزارش‌های تصدیق نشده میگویند که لوکاشنکو روز شنبه یعنی 13 مای به بیمارستان انتقال یافت. بار آخر لوکاشنکو در مظهر عام در جشن‌های روز 9 مای دیده شد. حالش ظاهراً خوب نبود و دست راستش داکه پیش بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز 15 مای به سؤال ژورنالیستان درباره اینکه تا کجا در کرملین از پخش آوازه ها درباره مشکل سلامتی لوکاشنکو در تشویش هستند، خواست که به آوازه نو و معلومات رسمی تکیه کنند. به خبرهای رسمی تکیه کردن لازم است. از جانب مینسک هیچ یک چنین خبری چاپ نشده است. ما ضرور می‌دانیم که به اطلاعات رسمی تکیه کرده شود. قبلا کنستانتین زتولین معاون اول رئیس کمیته دومه دولتی عاید به کشورهای مشترک المنافع گفت که لوکاشنکو بیمار است. به نوشته وبسایت پدیام کنستانتین زتولین گفته است که بیماری لوکاشنکو را می‌داند، ولی آشکار نکرد که چی بیماری است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت بلاروس خبرها را درباره بیماری لوکاشنکو شرح نداد، ولی گفت که او با سندها کار را ادامه می‌دهد. بر پایه گزارش‌های بعضی از رسانه‌ها شام 13 مای لوکاشنکو به بیمارخانه کلینیکی طبی جمهوریوی واقع در مینسک انتقال داده شد. راه‌های نزد بیمارخانه بسته و نیروهای امنیتی صف کشیده بودند. لوکاشنکو از سال 1994 به این سو در سر قدرت است و بار نوبتی سال 2020 وقتی خود را غالب انتخابات پرزیدنتی اعلام کرد، بسیاری از ساکنان را به خشم آورد. به باور بسیاری از منتقدانش، غالب واقعی در این انتخابات نامزد اپوزیسیون سویتلانا تیخانوفسکایا بود. لوکاشنکو با شیوه بیرحمانه اعتراضهای ضد نتیجه های انتخابات را سرکوب کرد و صدها نفر را به زندان انداخت. این رهبر خودکامه در جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین نیز از پرزیدنت ولادیمیر پوتین حمایت کرده است. و خبری دیگری مهمی صحنه بین المللی روز یکشنبه در انتخابات بسیار پرشدتی که در ترکیه برگزار شد، نه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی ترکیه و نه رقیب او کمال کلیچداروغلو نماینده ائتلاف مخالفان نتوانستند از نصف زیاد آوازهای ضروری برای غلبه در انتخابات را به دست آورند. احتمالاً غالب بعد 2 هفته در دور دوم انتخابات معلوم خواهد شد. اما تا آن دم به گفته ساکنان ترکیه آنها و کشورشان در حالت نامعینی قرار خواهند داشت. فضای ترکیه در گزارش شهلا گلخوجه. صبح روز دوشنبه در حالی که حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی ادامه داشت، ساکنان استانبول به حیات معمولی برگشتند. طبق نتیجه گیری پیشکی غیر رسمی در آوازدهی روز 14 مای، نه پرزیدنت کنونی رجب طیب اردوغان و نه نامزد ائتلاف مخالفین کمال کلیچداروغلو 50% رای‌ها را کسب نکردند. از این رو 28 مای دور نهایی انتخابات دایر خواهد شد. ساکنان استانبول میگویند وضع نامعینی فعلی به نفع کدام یکی از احزاب سیاسی نیست.
واقعا ما از این وضعیت آزرده و ناراحت هستیم. ما نتیجه دیگر را انتظار داشتیم. نوارهای متهم کننده این نامزد محرم اینس که باعث بیرونشوی او از معرکه انتخاباتی شد، به افکار رای دهندگان تأثیری بد گذاشت. انشاءالله در دور دوم ما پیروز خواهیم شد. Şu anda hiçbir partinin به فکر من همه حزب‌ها از چنین وضع خوشحال نیستند. وضع نامعین ادامه می‌یابد. البته هر حزب می‌خواهد نامزدش دست بالا شود. ولی بعد 2 هفته به این سوال پاسخ داده خواهد شد. 15 gün sonra tekrar барои пирӯзӣ дар даври аввал яке аз номзадҳо бояд беш аз 50% оʻроро ба даст меовард. бархилофи натоиҷи аксари назарсанҷиҳо ки ғолибияти қиличдароғлуро пешгӯӣ мекард, эрдуғон бо зиёда аз 49% оро аз номзади мухолифин бартарӣ дошт. қиличдароғлу 45% овоз гирифтааст. комиссияи олии интихоботи туркия мегӯяд ки номзади дигар Синон Уғон беш аз 5% райҳои мардумро аз худ кардааст. эрдуғон шаби гузашта гуфт, агар интихобот ба даври дуввум кашида шавад, ба он эҳтиром хоҳад гузошт. қиличдароғлу бо боварӣ гуфт ки дар даври дуввум пирӯз мешавад. эрдуғон Туркияро дар маҷмӯъ беш аз 20 сол аввал ба ҳайси нахуствазир ва баъдан раиси ҷумҳури ин кишвар раҳбарӣ мекунад. интихоботи кунунӣ барои президенти феълӣ пуршиддатарин номида мешавад. аксари назарсанҷиҳои пеш аз интихоботӣ бартарии андаки рақиби аслии ӯ Камол Қиличдароғлуро нишон доданд. солҳои ахир Туркия макони кору зиндагии ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистон шудааст. тибқи омури расмӣ феълан аз 10 то 15 ҳазор зодагони ин кишвар дар саросари Туркия кору зиндагӣ мекунанд. ҳамчунин Анқара шарики муҳими иқтисодии Душанбе боқӣ мемонад. гардиши молу коло дар замони бемории ҳамагири COVID-19 байни ин кишварҳо аз марзи $700 миллион боло рафта буд. комиссияи давлатии ду кишвар талош мекунанд гардиши молро аз ҳисоби насоҷӣ ва алюминиум ба $1 миллиард расонанд. парвиз муллоҷонов сиёсатшиноси тоҷик мегӯяд, натиҷаи интихоботи Туркия барои Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ муҳим аст, чун вобаста ба он самтгирии оянда маълум мешавад. бо ин ҳама дар 2 ҳафтаи оянда Раҷаб Таyyib Эрдуғон ва Камол Қиличдароғлу бояд барои ба даст овардани дили ҷонибдорони Синон Уғон ки аз сабқат канор рафт мубориза баранд. ин сиёсатмадори муҳофизакор гарчанде аз лиҳози идеологӣ ба Эрдуғон наздик буд, вале бо ӯ мухолифат дошт. суоли калидӣ ҳамчунин ин хоҳад буд ки оё ин ду номзад метавонанд интихобкунандагони худро барои дуюмбора рафтан пои сандуқҳои райдиҳӣ водор кунанд. дар даври аввал теъдоди райдиҳандагон рекордӣ маҳсуб ёфта ба беш аз 88% баробар будааст. ва дар Тоҷикистон дар вилояти Суғд марди 70 соларо боздошт карданд ва ҳоло нигаронии хешовандонаш ин аст ки баъди изҳори назарҳояш дар бораи даъват ба артиш ӯро дар иттиҳомҳои сангинӣ мисли ифротгароӣ муттаҳам кардан мехоҳанд. мақомот ҳанӯз сабаби 1 ҳафта ба ин тараф дар боздошт будани Камолиддин Шарофовро шарҳ намедиҳанд. боздоштшуда ба вакили дифоъ ҳам дастрасӣ надорад. ҷузъиёти ин қазияро ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод таҳқиқ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. Мирзонабӣ, қазия чӣ аст бигӯед? این قضیه از آن شروع می شود که روز 5 می کارمندان اداره امنیت شهر اصفهان کمال‌الدین شرافوف را برای حاضر نشدن فرزند یک همدیه‌اش به خدمت عسکری دعوت می‌کنند. در این گفتمان‌ها با مقامات نماینده کمیسریت حربی جماعت هم اشتراک داشتند. مقامات با پدر دعوت شونده به ارتش برای از روسیه آوردن پسرش بحث می‌کنند. یکی از خویشاوندان شرافوف به ما نقل کرد که او به مقامات در این بحث گفته است شما نباید با پدر آن بچه ارتش گریز جنجال کنید، بلکه پسرش را از راه قانونی به تاجیکستان بیارید. اگر این طور قانونی مناسبت کنید من درباره کار شما به رادیو آزادی و اصلاح تیوی می‌نویسم. به گفته او مقامات این بحث را یک سو گذاشته تلفن شرافوف را جستجو و در پی این خلاصه خود را پیشنهاد کردند. از جمله در آن گفته شده است که شرافوف بر نوارهای کانال اصلاح تیوی آبونه شده لایک گذاشته است. با قبل آنها عملهای شرافوف با ماده کودکس جنایی عاید به تندگرایی موافقت می‌کند. معلوم نیست خود شرافوف چی نظر دارد چون به وکیل دفاع هم دسترسی ندارد. روز 10 می کارمندان اداره امنیت ناحیه شرافوف را به اداره ولایتی در شهر خوجان بردند و مفتشان به خویشاوندانش گفتند که سند عیبدارکنی به دادگاه فرستاده شده است. سامانه اصلاح و دیگر صحیفه‌های آن را که نزدیک به یک گروه مخالفین در اروپا هستند در تاجیکستان رسما ممنوع اعلام کردند.
و حالت‌های مانند به این در گذشته هم جای داشت به فکرم میرزانبی، درست است؟ بله دقیقاً درست است. همین 5 ماه پیش دادگاه ختلان یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع هر یکی را با 5 سال و 4 ماهه زندان کرد. دادگاه مولوده بویمرادزاده سابق مدیر معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیون دولتی جهانما، زایدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات‌های تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد بود درباره قضیه با اتهام گویا افراطگرایی به جوابگری کشیده شدن مردی که درباره دعوت بر آتش صحبت‌ها کرده است. در دوشنبه در دوشنبه فردا 15 می معرفی فیلم مستند یک دانشمند موسیقی شناسی آمریکایی ریچارد وولف برگزار می شود که ویژگی و عمومیت های موسیقی ساکنان وادی وخان را از دو طرف مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کرده است. وولف یک هنرشناس مشهور است و آموزگار دانشگاه هاروارد و فیلم او با نام دو شاعر و دریا در مثال دو هنرمند مردمی تاجیک و افغان از رشته های گسسته و دل های نزدیک این مردم قصه می کند. همکارم نگار فضل‌الدین در آستانه معرفی این مستند در دوشنبه با این دانشمند هم صحبت شد. ریچارد وولف پروفسور، قوم موسیقی شناس، فیلمساز و همزمان استاد فاکولته موسیقی شناسی و پژوهش‌های آسیای جنوبی دانشگاه هاروارد آمریکا که درباره موسیقی دو سوی آمو تاجیکستان و افغانستان یک پژوهش و در اساس آن یک فیلم تهیه کردند با نام دو شاعر و یک آمو. حالا حاضر هستند در برنامه مهمان آزادی در این باره با ما صحبت کنند. محترم پروفسور، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست میگفتید که چرا برای تهیه فیلمتان محض تاجیکستان و افغانستان را انتخاب کردید؟ من تقریبا 15 سال پیش در دانشگاه هاروارد بودم و فکر کردم که خوب باشد اگر من زبانی فارسی یاد بگیرم و در آنجا با درس رفتم. لیکن این در بین درسی که من میدادم و این مشکل بود. از این سبب من فکر کردم که باید بروم با یک کشور که در آنجا خوب فارسی گپ میزنند و تاجیکستان انتخاب کردم برای یاد گرفتن و برای آمدن پول دادگار است. و شکل پوره صحبت رو در فرصت نزدیک در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو حتما تماشا کنید. و یک خبر، خدمات امنیتی اوکراین روز 15 می گفت که ایالات متحده آمریکا دمیتری فیرتاش یک ثروتمند معروف و فیروری را در کاروپسیه و از آن خودکنی پول گمان بر می‌داند. حجم احتمالی ضرر مالی که فیرتاش و شرکتش در ساحه گاز اوکراین وارد کرده است 484 میلیون دلار حساب شده است. تفصیلات این خبر را هم از سایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.